در این ویدیو به دنیای ترسناک، دنیای دیجیتال و تهدیدات ناشناخته‌ای که در پشت هر کلیک و هر تماس کمین کرده‌اند سفر می‌کنیم. موضوع ما امروز اینه: موبایل چشم شیطان. آیا می‌دانید که این دستگاه کوچک چقدر می‌تواند زندگی شما را تحت نظارت داشته باشد؟ درست وقتی که فکر می‌کنید در امنیت هستید، واقعیت تاریک‌تری در انتظار شماست. با ما همراه باشید تا ببینیم این چشم شیطان چگونه در گوشی‌های ما مخفی شده و چه خطراتی برای حریم خصوصی و امنیتمان دارد. در طول این ویدیو ما به بررسی مفهوم موبایل چشم شیطان خواهیم پرداخت، نگاهی به تهدیدات واقعی و حریم خصوصی و امنیت در دنیای دیجیتال می‌اندازیم. پس اگر آماده اید که پرده از این واقعیت‌های هولناک برداریم، با ما همراه باشید. بیایید ابتدا مفهوم چشم شیطان را بررسی کنیم. این عبارات به طور نمادین به دستگاه‌های اشاره دارند که دائما در حال نظارت و کنترل بر روی زندگی کاربران هستند. هر شخصی که یک گوشی هوشمند یا تبلت دارد، ممکن است قربانی این نظارت بیرحمانه باشد. تصور کنید که هر حرکتی انجام می‌دهید، هر کلمه‌ای که به زبان می‌آورید توسط یک چشم مخفی زیر نظر است. آیا تا به حال به آن فکر کرده اید؟ این تصور ممکن است به نظر ترسناک بیاید، اما در واقعیت آنچه در پس پرده می‌گذرد می‌تواند خیلی وحشتناک‌تر باشد. گوشی‌های هوشمند با استفاده از دوربین‌ها و میکروفون‌ها می‌توانند به راحتی نظارت بر کاربران را انجام دهند. این دستگاه‌ها به طور مداوم داده‌ها و اطلاعات شما را جمع‌آوری می‌کنند. آیا می‌دانید که شرکت‌هایی مانند گوگل و فیسبوک از داده‌های جغرافیایی و رفتار کاربر برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر استفاده می‌کنند؟ این اطلاعات می‌تواند شامل موقعیت مکانی شما، عادات خرید و حتی احساسات شما باشد. آیا تا به حال احساس کرده‌اید که در جاهایی که باید خصوصی باشد تحت نظر هستید؟ شاید الان متوجه این واقعیت شده اید که بسیاری از ما در دنیای دیجیتال خود را در یک زندان بزرگ احساس می کنیم. تخمین زده می شود که تقریباً 70% از کاربران اینترنت احساس می کنند که تحت نظارت هستند و حتی نمی توانند از این احساس فرار کنند. همه ما با گوشی های هوشمند خود دائما در حال ارتباط هستیم. اما آیا می دانید این ارتباط در واقع ممکن است یک کمپین نظارتی باشد؟ وقتی که شما از گوگل مپس استفاده می کنید یا یک ماشین حبابی جدید بررسی می کنید، تمام این فعالیت ها به صورت بیرحمانه‌ای نظارت می شود. الگوریتم هایی وجود دارند که داده های شما را تجزیه و تحلیل می کنند و از آنها برای پیش بینی رفتارها و تمایلات شما استفاده می کنند. این تنها یک جنبه از واقعیت تلخ دنیای دیجیتال است. هر اپلیکیشن، هر وبسایتی که به آن سر بزنید در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد شماست. بدتر از این، برخی از اپلیکیشن ها به صورت پنهان به دوربین و میکروفون شما دسترسی پیدا کرده و ممکن است حتی شما را در حالتی که فکر نمی کنید زیر نظر داشته باشند. اما تهدید واقعی کجاست؟ به تازگی گزارشی منتشر شده که نشان می دهد هر 39 ثانیه یک حمله سایبری در سراسر جهان انجام می شود. یکی از مثالهای مشهود حمله‌های فیشینگ است که در آن هکرها تلاش می‌کنند تا از طریق ایمیل‌های جعلی به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند. جالب اینجاست که در بعضی از مواقع حتی نمی‌دانید که تحت حمله هستید، چرا که تکنیک‌های هکرها بسیار حرفه‌ای و پنهان هستند. علاوه بر آن، تخمین زده می‌شود که در حال حاضر حدود 4.5 میلیارد نفر در سراسر جهان از اینترنت استفاده می‌کنند. این تعداد جمعیتی عظیم است که برای هکرها و کلاهبرداران هدف مناسبی ایجاد می‌کند. اگر شما فکر می‌کنید که دستگاه‌های شما از حمله‌های سایبری محفوظ هستند، بگذارید بگویم که این تنها یک توهم امنیتی است. با پیشرفت فناوری، هکرها ابزارهای جدیدی را برای نفوذ به دستگاه‌های کاربران طراحی می‌کنند و به همین دلیل هک شدن اطلاعات شخصیتان می‌تواند به راحتی در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد. حملات سایبری به حدی جدی هستند که حتی نهادهای امنیتی نیز به فکر تقویت سیستم‌های خود هستند. آیا می‌دانستید که حتی دولت‌ها نیز از نظارت و جمع‌آوری داده‌ها فاصله نمی‌گیرند؟ این یک واقعیت است که شما را مجبور می‌کند به این فکر کنید که آیا واقعاً می‌توانید به حریم خصوصی خود اعتماد کنید؟ در نهایت موبایل‌ها و گجت‌های هوشمند ما شاید به نظر بی خطر بیایند، اما ممکن است به عنوان چشم شیطان عمل کنند.
این گجت ها به مانع‌های بزرگی در برابر حریم خصوصی و امنیت تبدیل شدند. آیا شما واقعا از آنچه در پشت صحنه اتفاق می‌افتد آگاه هستید؟ این واقعیتی است که به سادگی نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. شیطان‌ها در دنیای دیجیتال می‌توانند هر لحظه در زندگی ما نفوذ کنند. تنها شما می‌توانید انتخاب کنید که چه میزان از اطلاعات خود را در اختیار دیگران بگذارید. در پایان همواره باید به یاد داشته باشیم که دنیای دیجیتال پر از شگفتی‌ها و خطرات است. موبایل ها می تواند ابزاری برای ارتباطات و یادگیری باشد، اما همچنین به پایگاهی برای نظارت و کنترل تبدیل شود. حالا که به عمق این حقیقت پی بردید، آیا می توانید به استفاده هوشمندانه تری از فناوری فکر کنید؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتید و اطلاعات جدیدی کسب کردید، لطفاً دکمه لایک را فشار دهید و کانال ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای آینده مطلع شوید. همچنین نظرات و تجربیات خود را درباره حریم خصوصی و امنیت آنلاین در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. آیا شما هم فکر می کنید که موبایل ها می توانند به چشم شیطان تبدیل شوند؟ ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.